سلام به همگی و خوش اومدید به جدال بزرگ قولهای ویدیوساز هوش مصنوعی. امروز قراره ببینیم 5 تا از بزرگترین نامهای این حوزه چطور برای کسب عنوان قهرمانی نسل جدید ویدیو با هم رقابت میکنن. 5 قول هوش مصنوعی و فقط یک عنوان قهرمانی. اما سوال اصلی این نیست که کدومشون قوی تره. سوال اینه که کدومشون برای شما بهترین انتخابه. پس بیایید این رقابت نفسگیر رو با هم شروع کنیم. ببینید دیگه چالش اصلی ساختن ویدیو نیست. چالش اینه که هوش مصنوعی درستی رو انتخاب کنیم. یه انتخاب اشتباه میتونه کل وقت و بودجه شما رو هدر بده. پس با ما همراه باشید تا مطمئن شیم که بهترین انتخاب رو میکنید. بسیار خوب. اول از همه بریم سراغ فلسفه این ابزارها. تفاوت این 5 مدل فقط تو کیفیت پیکسلاشون نیست، نه، بلکه توی دیدگاه و فلسفه‌ایه که تو هسته طراحی هر کدوم خوابیده. همینجاست که میفهمیم کدوم ابزار به ما قدرت کارگردانی میده و کدوم یکی فقط یه خروجی تصادفی تحویلمون میده. این جدول استراتژی پنهان هر قول رو برامون فاش میکنه. سورا یه شبیه‌ساز جهانه که دنبال واقع گرایی بی‌نقص و مطلقه. در مقابلش رانوی یه مجموعه ابزار VFX یا همون جلوه‌های ویژه است که به شما کنترل کامل روی کار رو میده. جمینای ویو روی داستانگویی تمرکز کرده. کولینگ یه ماشین تولید محتوای وایراله و هیگزفیلد هم یه استودیوی جامع با کنترل حرفه‌ای دوربینه. خب، حالا وقتشه که این قولهای ویدیوساز رو خیلی تخصصی و راند به راند تحلیل کنیم. هر کدوم با یه ویژگی منحصر به فرد وارد این رینگ رقابت میشن. اول از همه سورا 2 پرو از اوپن AI، پادشاه شبیه سازی فیزیک. ببینید سورا دیگه یه ابزار ساده نیست، یه شبیه ساز جهانه که پدیده‌های فیزیکی مثل بازتاب نور، موج آب و حرکت اجسام رو واقعاً درک و شبیه سازی میکنه. این ابزار برای فیلمسازا و کارگردانایی ساخته شده که به بالاترین سطح از واقع‌گرایی سینمایی نیاز دارن. و این به شکل فوق‌العاده‌ای قدرت سورا رو نشون میده. توانایی تولید یه ویدیوی کامل 60 ثانیه‌ای، منسجم و با کیفیت فقط با یه پرامپت. این قابلیتیه که اون رو کاملاً از رقباش جدا میکنه. رقیب بعدی رانوی جن 4، رهبر ابزارهای خلاقیت یا همون VFX سویت. برگ برنده رانوی ابزار موشن براش هست. با این ابزار شما میتونید فقط بخشای خاصی از یه تصویر ثابت رو، مثلا موی یه نفر یا ابرها رو متحرک کنید. این یعنی کنترل دقیق. این ابزار برای تدوینگرها و اینفلوئنسرها که به کنترل کامل روی ویرایش نیاز دارن عالیه. و حالا گوگل با جمینای ویو 3:1 وارد میدون میشه، ابزاری که برای داستانگویی طراحی شده. این مدل با یه قابلیت انقلابی بزرگترین چالش ویدیوی هوش مصنوعی رو حل کرده: ثبات کاراکتر. شما میتونید تا 3 تا عکس مرجع بهش بدید تا تضمین کنه کاراکترتون در تمام طول داستان ثابت و یک دست باقی بمونه. برای برندها این قابلیت فوق‌العاده است. کلینگ AI، ماشین تولید محتوای وایرال. این ابزار محصول شرکت کوایشو روی سرعت فوق‌العاده و قابلیت بی‌نظیر تبدیل عکس به ویدیو تمرکز داره. قدرت اصلی کلینگ اینه که خیلی سریع به تصاویر ثابت جون میده. این ابزار برای تولید کننده‌های محتوای تیک تاک و یوتیوب ساخته شده که به حجم تولید بالا و سرعت زیاد نیاز دارن. و آخرین رقیب هیگزفیلد، استودیوی همه کاره. هیگزفیلد به جای رقابت مستقیم قدرت بقیه قول‌ها رو توی پلتفرم جمع کرده و با ابزارهای انحصاری خودش مثل DOP تولز اونها رو قوی‌تر می‌کنه. با این ابزار شما به بیش از 50 حرکت سینمایی از پیش تعریف شده دسترسی دارید. این یه راهکار جامع برای استودیوهاست. بسیار خوب، حالا وقتشه که این 5 قول رو در یک مقایسه رو در رو و بر اساس داده‌های دقیق بررسی کنیم. اینجا لحظه حقیقته. بیایید یه نگاهی به این جدول بندازیم. تو بخش کنترل دوربین، هیگزفیلد با ابزارهای DOP خودش واقعاً بی‌رقیبه. کنترل دقیقی روی حرکات دوربین مثل دالی، کرین و پند بهتون میده که حرکات سینمایی واقعی رو شبیه سازی میکنن. تو بخش ثبات کاراکتر، جمینای ویو با قابلیت استفاده از 3 تا عکس مرجع عالی عمل میکنه و در مدل فروش تفاوت‌ها کاملاً استراتژیکه. سورا مدل پرداخت به ازای استفاده رو با بسته‌های اعتباری ارائه میده، در حالی که هیگزفیلد برای کاربرای حرفه‌ای پلن‌های نامحدود هم داره.
خب، حالا که تمام تحلیل ها رو دیدیم، میرسیم به بخش پایانی، انتخاب برنده. تو این بخش بر اساس نیاز مشخص شما، ابزار قهرمان رو معرفی میکنیم. پس قهرمان شما کیه؟ اگه دنبال واقع گرایی سینمایی هستید، برنده سورا 2 پرو هست. برای کنترل خلاقانه و جلوهای ویژه، رانوی. برای داستانگویی منسجم، جمینای ویو. برای تولید محتوای وایرال و سرعت، کلینگ. و اگه به یه استودیوی همه کاره نیاز دارید، هیکسفیلد انتخاب شماست. حالا شما قهرمان خودتون رو میشناسید و آماده ای تا آینده ویدیو رو بسازید. اما یه مانع نهایی و خیلی مهم وجود داره. چطوری به این ابزارهای قدرتمند دسترسی پیدا کنیم؟ تو این بخش آخر راه حل قطعی برای عبور از موانع دسترسی رو بهتون معرفی می‌کنیم. اکثر این مدل‌های پیشرفته یه سری موانع مشخص برای ما کاربرای ایرانی دارن. نیاز به کد دعوت، محدودیت‌های جغرافیایی، نیاز به کارت اعتباری بین‌المللی برای پرداخت و نبود پشتیبانی محلی. اما نگران نباشید. یه راه حل مستقیم، قانونی و کاملاً امر برای عبور از تمام این موانع وجود داره. برای دسترسی فوری به تمام این قدرت میتونید اکانت رسمی و فعال شده خودتون رو با پشتیبانی فارسی دریافت کنید. همین الان به وبسایت خرید account.ir یعنی خرید account.ir مراجعه کنید.